دشمنانی که از 3 دین شکست خورده، از 2 قدرت بزرگ و از 3 دین شکست خورده در مقابل او دوام نیاوردند، همینطوری به تماشا ننشستند و به زودی هم درک کردند که اونها یارای ایستادگی در مقابل این کتاب و این امت نو خواسته رو، این امت جدید را که تازه به پا خواسته ندارند. ولذا برای جنگ با اسلام، برای جنگ با آخرین پیام الهی، اسلوبی جدید رو اختراع کردند. اسلوب مکر، خدعه، فتنه انگیزی در میان مسلمانان. و در اینجا بود که توطئهاشون، کیدهاشون، مکرهاشون برای از بین بردن اسلام متعدد و متنوع شد. از یک طرف نماینده یزدگرد، قدرت شکست خورده آن روز، نماینده آتش پرستان زرتشتی، به رهبری ابولولو مجوس زردشتی که قبرش چه الان و چه در رژیم سابق زیارتگاه شده است. چطوری کسی که ادعای اسلام میکنه قبر یک نفر زردشتی رو زیارتگاه کرده، این قبلا به هیچ وجهی در منطق دینی پذیرفته نیست. اما میبینید همطور که در افسر بقعه مبارکه بابا شجاع الدین تا اینجا بدونید که این دشمنی با اسلام بهر علی نیست. و این که شما میبینید قبر فیروز نهاوندی یا ابولولو هستش که در رژیم سابق و چه الان زیارتگاه قبر پرستان و مرده پرستانی است در زیر لوای اهل بیت. شما نگاه کنید، خود قیاس کنید. و اولین توطئه‌اش را بر ضد عادلترین خلیفه مسلمین، شخصی که بعد از او جهان مثلش را به خود ندیده، انجام داد. و وقتی که کشته شد، شهید شد، چه گفت؟ گفت شکر خدا که خون من دست کسی ریخته نشد که یک سجده در اسلام انجام داده باشه. ببینید که همت هر کسی، سخن هر کسی به اندازه همت اوست و اهتمام اوست.